أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد از اینکه در آیات گذشته واقعات اقوام متعدد که با انبیاء گذشته سر و کار داشتند، اکثر این اقوام بنی اسرائیل بودند. بعضی ها در زمان حضرت شموئیل بودند، بعضی ها در زمان حضرت حزقیل بودند، بعضی ها در زمان حضرت یوشع، حضرت موسی، متعدد. و همه اینها ناسپاسی کردند به حرف پیغمبر خودشون که ناصح و خیرخواه بوده، توجه نکردند. عاقبت و انجام و نتیجه را خواندیم. تلک الرسل، این آیه تسلی هست برای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. الله تعالی می فرماید که ببین اینها پیامبران خدا هستند که درجاتشون متفاوت است. بعضی ها فضیلت هایی داشتند که بعضی دیگر نداشتند. فضیلت های جزئی نسبت به هم دیگه هم دارند. بعضی فضیلت کلی مثل حضرت خاتم النبیین دارد. اما همه این انبیا با مشکلات مواجه بودند. همه از سوی قوم، از سوی فامیل، از سوی مخاطبین با چالش و با مشکل مواجه شدند. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. این پیامبران هستند که ما فضیلت دادیم بعضی را بر بعضی. مثلا محمد صلی الله علیه و سلم را فضیلت داده بر بقیه. تفسیر مدارک و روح المانی و قرطبی همه نوشتند المراد ببعضهم هنا النبی. مراد از بعض اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم است، کما ینبئ عنه الاخبار بکونی صلی الله علیه و سلم منهم. علی ای حال بعضی ها فضیلت کلی دارن مثل رسول الله، بعضی ها فضیلت جزئی دارن. منهم من کلم الله. بعضی از اینها کسانی هستند که خدا با اونها کلام کرده، کلام فرموده بدون واسطه ملک، مثل موسی علیه السلام. و رفع بعضهم درجات، و بعضی را الله عزوجل از نظر درجات رفیعتر و برتر و بالاتر قرار داده. مثلا سیدنا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، امام رازی اینجا نوشته اجمعت الامه على ان بعض الانبیاء افضل من بعض. همه امت بر این اجماع و اتفاق نظر دارد که انبیا بعضی بر بعضی افضلند، اما وعلى ان محمد صلی الله علیه وسلم افضل من الکل.
محمد صلی الله علیه وسلم از همه افضل تر است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. ما عیسی علیه السلام را بینات و دلائل دادیم، معجزات دادیم و او را به وسیله جبرائیل امین روح القدس تایید کردیم. جبرائیل امین همیشه در کنار عیسی بود، حتی در آخرین لحظات که او را به آسمان رفع داد و برد. اما اینکه اینها پیامبران بودند، جایگاه والا داشتند، فضیلت و برتری داشتند، امتیازات خاص و ویژه داشتند، با وجود این امت اینها، قوم اینها از اینها حرف شنوی نداشت. ولكن اختلف ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. اگر خدا میخواست با همدیگه درگیر نمی شدند، همدیگه رو نمی کشتند بعد از این انبیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از این که بینات آمد، دلائل آمد. ولكن اختلفوا، اما آنان با هم اختلاف کردند. یعنی ببینی با وجودی که انبیاء اولوالعزم بودند، داعیان اونها، باز هم امت اختلاف کرد. فمنهم من آمن و منهم من کفر. بعضی از امت اونهایی بودند که ایمان آوردند و بعضی کفر کردند. کفر بغیا و عنادا، عناد کردند، حسد کردند. باز هم خدا میفرماید ولو شاء الله ما اقتتلوا. خدا میخواست اینها با هم نمی جنگیدند. ولكن الله یفعل ما یرید، اما الله انجام میدهد آنچه که اراده بکند. ببینید روی این آیه از چند نکته میخوام عرض بکنم. اول اینکه تسلی برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم است که این انبیا با وجود فضائل، با وجود برتری ها، با وجود ویژگی ها، اما امتهایشون با هم دیگه اختلاف کردند، با هم دیگه جنگیدند، حرف انبیا را گوش نکردند. نکته دوم که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اینجا میخوانیم ولو شاء الله ما اقتتل الذین، دو بار آمده. بار دوم اعاده لبعد العهد است، همون اولی را تکرار میفرماید. ولكن الله یفعل ما یرید را برون مرتب میفرماید. الله اگر میخواست امتها با هم درگیر نمیشدن، با هم اختلاف نمیکردن، ولی الله هر چیزی بخواد اراده میکنن. ببین الله اگر میخواست با هم اختلاف نمیکردند، پس اختلاف خواست خداست، اختلاف اراده خداست. این مطلب را چند بار توضیح دادیم، انشاءالله هنوزم توضیح میدیم. منظور این نیست که اختلاف مورد رضایت خداست. درسته هیچ کاری در دنیا بدون مشیت الهی انجام نمیگیرد. رضایت چیزی دیگه هست، مشیت چیزی دیگه هست. خدا راضی نیست بر چند دستگی، خدا راضی نیست بر اینکه بعضی کفر کردند و بعضی نکردند. خدا میخواد همه، راضی است که همه ایمان بیار، اما مشیت چیزی دیگه هست. برای اینکه این آیه را بهتر بفهمیم، بارها عرض کردم که اون آیه‌ای که این موضوع اونجا کاملتر هست باید در کنار این آیه قرار بدیم. الله تعالی میفرماید ولو شاء الله ما اختلفوا ولو شاء الله لجعلكم امة واحده ولكن ليبلوكم. اگر خدا میخواست همه شما امت واحده بودید، با هم اختلاف نمی کردید، با هم درگیر نمی شدید، چند گروه و چند دسته نمی شدید. اما خدا میخواد شما را امتحان بکند. خدا شما را امتحان بکند چگونه؟
یکی اینه که اگر خدا میخواست همه شما بر حق باشید، بر مسیر حق باشید، بر توحید باشید، خداوند شما را مجبور میکرد که شما همه یالله علی التوحید علی الحق. خب خداوند اگر شما را مجبور میکرد پس دین شما دین حق بود، اما دین جبری بود، امتحان دیگه نبود. ولکن لیبلوکم، خدا میخواد شما را امتحان بکند، خدا شما را مجبور نمی کند که همه شما بر یک مسیر باشید. الله این قدرت را داره انسان را مجبور محض قرار بده همه بشن موحد، همه بشن یکتا پرست، همه بشن مؤمن واقعی. اما این در صورتی میشه که خدای عزوجل از انسان اختیار را سلب کند، اختیار را بگیرد. اون وقت خدمت شما عرض کردم دو اشکال عمده پیدا میشه. یکی این که هیچ چیزی بر مبنای امتحان نمیشه در حالی که دنیا هم داره امتحان است، همه مجبورن چی میشند؟ ایمان میارن. دومین اشکال اینه که ایمان جبری میشه و ایمان جبری فایده‌ای ندارد. این یک نکته. نکته دیگه بعضی مفسرین گفتن این ولو شاء الله مقتتلوا حکمت دوم جهاد است، حکمت دوم جنگ و قتال فی سبیل الله است. ما اونجا خواندیم ولولا دفع الله الناس، آخر پاره جزء 2، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فلسفه جهاد اینه که اگر مردم خودشون جلوی همدیگر را نمی گرفتن، جلوی ظالمین را نمی گرفتن، جلوی قلدرها را نمی گرفتن، لفسدت الارض، فساد می شد. خب اینجا حکمت دوم را می خوانیم که اگر خدا می خواست مردم را همه را چی بکند؟ بر مسیر هدایت قرار بده، خب خود خدا انجام میداد، پس چرا به شما بگه جهاد کنید؟ پس خدای عزوجل همه کارها را جبران قرار نداده، همه کارها را الله عزوجل مردم را مجبور نکرده، بعضی ها را برای شما گذاشته که شما به سهم خودتون دعوت، خیرخواهی، جهاد، اون فعالیتی که لازم است اونها را شما انجام بدید. مثال من خدمت شما مدت پیش عرض کردم که عالمی پیش حضرت مولانا آمد و مولانا از مشکلات باش صحبت کرده بود، مشکلاتی که امت داره، جامعه داره، تفرقی که هست، ظلم و ستمی که بر مسلمانان داره انجام میگیره. اون عالم بزرگوار در جواب گفته بود که خدا خودش درست کنه. مولانا فرموده بود اگر خدا خودش درست کنه پس من و تو را چرا درست کرده؟ من و تو را برای چی پیدا کرده؟ خدا خودش درست نمی کنه، خداوند عزوجل میذاره که بندگان درست کنند. الله عزوجل این محیط ما را 100% اسلامی، دینی، ایمانی، قرآنی نمیگردانه، میذاره که من و شما فعالیت بکنیم، دعوت بدیم، درس بدیم، تبلیغ بکنیم، کار فرهنگی بکنیم، جهاد فرهنگی بکنیم، تا اینکه خداوند محیط را عوض میکنه، بر میگردنه. پس ولو شاء الله مقتتلوا دلیلی برای جهاد و فلسفه برای جهاد هم میتونه باشه که اگر خدا میخواست اونها با هم اختلاف نمی کردن، ولی خدای عزوجل گذاشت تا اینکه شما وارد صحنه بشید، شما بیایید جهاد بکنید، حق را غالب بگردانید. ولکن الله یفعل ما یرید، اما الله انجام میده اون چیزی که میخواهد. ولا یعلم حکمت ما یفعل الا هو، حکمت را بغیر از خود خدای عزوجل هیچ کسی نمیداند. خب بعد از این تسلی که هم برای پیامبر بود، حال ما میخوانیم
چند تا از دیگر از اصول فوز. عرض کردم موضوع یا انفاق است یا جهاد است. انفاق و جهاد هر دو برای احیاء توحید، برای اعلاء کلمت الله. موضوع جهاد بیان شد، حال موضوع انفاق و بعد از اون توحید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از اون مالی که ما به شما دادیم، من قبل ان یأتی یوم، قبل از اینکه بیاید چنان روزی که لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، چنان روزی میآید که آن روز بیع و شرا نیست، اونجا دیگه معامله نیست. در دنیا ما تو دادگاه میتونیم معامله کنیم، قاضی را به پول بگیریم، مجرممون را آزاد کنیم، اونجا جای معامله نیست. ولا خلة، جای دوستی هم نیست. در دنیا میشه که از راه دوستی وارد شد، از راه پارتی وارد شد. ولا شفاعت، اونجا جای سفارش هم نیست. اینجا میشه که انسان یه موافقی را پیدا بکنه، شفاعت بکنه. همه صورتهایی که در دنیا متصور است، در دنیا وجود دارد، همه را الله نفی می کند. الله می فرماید لا بیع فیه، در آن روز هیچ معامله و بیع انجام نمی گیرد. ولا خلة، و همچنین هیچ دوستی صمیمی وجود ندارد. ولا شفاعت، نفی طریق سوم، شفاعت و سفارشی هم اونجا نیست. والکافرون هم الظالمون، کافران اونها هستند ظالمان. ظلمشون اینجا معلوم میشه، چه ظلم و چه ستم بزرگی بالخصوص بر خودشون کردن. در عذاب ابدی و همیشگی گرفتار میشه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. این برای سومین بار هست که مدعای سوره، عرض کردم 4 بار تکرار میشه، سومین جا هست، سومین بار هست که تکرار میشه. مدعا چی بود؟ توحید فی الالوهیت، معبود فقط خداست، بغیر از خدا هیچ کسی را عبادت نکنید، پرستش نکنید. تمام احکام دیگر حول و حوش این محور بودند. عرض کردم جهاد فی سبیل الله، انفاق که برای تقویت جهاد است، بقیه امور انتظامیه که ممد و معاون جهاد هستند، اینها همه به خاطر این اصل، این هدف. حال اینجا الله تعالی توحید را ادعا فرموده، مدعا را ذکر فرموده و بعد از اون دلائل را هم ذکر می فرماید. الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که بجز او هیچ معبودی نیست، بغیر از او هیچ معبودی وجود ندارد. الحی القیوم، دلیل اول الحی، الله زنده هست، اما زندگی که زندگی صفت ذاتی خدای عزوجل است. برای ما زندگی صفت ذاتی نیست، صفت وصفی، عرض کنم ارزی هست، عارضی هست. ما اول در اصل نبودیم، زنده نبودیم، بعدن خدای عزوجل، ما خاک بودیم، بعدن خدای تعالی این صفت را به ما داد، زنده شدیم، دوباره بر میگردیم به اصل خودمون، دوباره این حیات و این زندگی را از دست میدیم. پس زندگی ما با زندگی خدا فرق میکند. از چند جهت؟ الان امکان داره کسی بگه ما هم زنده ایم، این چه صفت ویژه‌ای هست؟ اولین فرقش اینه که حیاتی که الله عزوجل داره ذاتیه، حیاتی که ما داریم چی هست؟ عارضیه. حیاتش ذاتی هست به این معنی که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، همیشه زنده بوده و همیشه زنده خواهد بود. اما ما زندگی من پایان میپذیرد، دوباره به ما عطا میکند. و دوم اینه که مال ما وهبیه، هبه شده، به ما بخشیده شده،
مال الله وهابی نیست، بازم ذاتیه. پس مال الله ابدی هست. ببینید صفت حی را در قرآن برای خدا گفتند هو الحی الذی لا یموت، هو الحی الذی لا یموت. خداوند اون حی هست، اون زنده هست که موت نمیاد، اما ما نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم. پس این هست معنی حی. هو الحی القیوم. دلیل دوم، الله قیوم هست. قیوم یعنی اون ذاتی که خودش هم قائم و دائم هست و قیام همه چیزهای دیگر به کمک او هست و بر او تکیه هست. هر چیز را او قائم نگه داشته، زمین را او نگه داشته، آسمان را او نگه داشته، کوها را، دریاها را، دشت دمن، همه چیز را او نگه داشته. القیوم یعنی قوام و قیام هر چیز به واسطه او هست، به وسیله او هست. القائم یعنی الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه. روح المانی گفت اون محافظ هر چیز هست، هر چیزی که قائم باشد قیام به برکت و به سبب او هست. القیوم این صفت دوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. صفت سوم، او را خواب نمیگیرد. سنة، سنه خواب خفیف را میگند، نوم خفیف را به اصطلاح ما چرت زدن را میگند. ولا نوم، نوم خواب سنگین را میگند. هیچ نوع خوابی سبک و سنگین برایش نمیاد. ببینید بقیه معبودانی که مردم اونها را معبود میگیرند، اینا در واقع انسان بودند، هم خواب داشتند، هم مرگ دارند، هم زمانی که حیات داشتند همیشه میخوابیدند، بعد از اون برای همیشه مردند و رفتند. اما الله نه، صفت معبود این باید باشد. لا تأخذه سنة ولا نوم. دلیل چهارم، له ما فی السماوات و ما فی الارض. فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان هست و تمام تصرفاتی که در زمین هست. حتی به دربار او کسی که شفاعت بکنه، شفاعت قهری و شفاعت محبت وجود ندارد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این دلیل پنجم بر عظمت پروردگار. کی هست اون کسی که یشفع شفاعت بکنه نزد پروردگار؟ الا باذنه، مگر به اذن الله. بس ببینید این قدرت مطلق، این قادر لا یزال مطلق است. هیچ کسی در دربار او جرأت شفاعت ندارد مگر اینکه خودش اجازه بده. ما قبلا هم خواندیم که دو صفت حد اقل برای یک خدا و یک معبودی که مردم او را عبادت می کنند، حاجات را از او می خواهند، مشکلات را از او می خواهند که حل کنه. دو صفت لازمه، یکی این که قدرت داشته باشه بتونه مشکل حل کنه، یکی که علم داشته باشه، از احوال ماها خبر داشته باشه. اینها را الله در این آیه کرسی جمع فرموده، چون مدعا هست الله لا اله الا هو، معبود او هست. معبود که اوی صفاتش را ببین. خب اون تصرف و قدرت شد، الان علم، کمال علمی، اون کمال قدرت بود. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. میداند آنچه که جلویشان هست و آنچه که پشتشان هست، یعنی از آینده انسان ها، از گذشته انسان ها، از تمام احوال انسان ها خبر هست. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بقیه مخلوقات احاطه نمی کنند هیچ چیزی را از علم الله مگر آنکه الله خودش بخواهد. بخشی از علمش را خودش در کتابهای آسمانی اعلام بکند. مثلا خداوند در این کتاب آسمانی
به ما خبر داده، از آسمان ها خبر داده، از ملائکه که ما نمی بینیم خبر داده، از عرش گفته، از بهشت و جهنم که ما نمی بینیم گفته. الله تعالی از هر چی که ما نمی بینیم گفته. پس بخشی از علمش را به ما نشون داده، اما جزئی از علم را انسان ها احاطه نمی کنند. وسع کرسیه السماوات والارض، در بر گرفته کرسی الله آسمان ها و زمین را. کرسی الله، کرسی چیه؟ بعضی گفتند که کرسی دیگه کرسیه، کرسی به معنای صندلی. صندلی کنایه از چی هست؟ از ریاست، از سلطنت، از پادشاهی هست. الله عزوجل سلطنتش، پادشاهیش تمام آسمان ها و زمین را در بر گرفته. بعضی میگن کرسی مخلوقی از مخلوقات الله است که بعد از عرش است و از عرش بزرگتره و کرسی حاوی و شامل هست تمام آسمان ها و زمین را. اینجا هم همین نوشته وسع کرسی و السماوات والارض. اما اکثر مفسرین کرسی را توجیه کردند، کنایه گفتند. بعضی گفتند کنایه از پادشاهی هست، بعضی گفتند کنایه از علم است. این دوتا از ابن عباس منقوله. پادشاهی او تمام آسمان ها و زمین را محیط است، یعنی همه در قبضه قدرت مطلق او، یا اینکه علمش تمام آسمان ها و زمین را شامل هست. چنانچه تفسیر معالم التنزیل نوشته کرسیه ملکه و سلطانه، پادشاهی و سلطنت. تفسیر کبیر امام رازی گفته والمراد من الکرسی السلطان والقدره والملک. مراد از کرسی چیه؟ السلطان والقدره والملک، سلطنت، قدرت، ملک. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما. الله می فرماید او را خسته نمی کند حفظ آنها، یعنی حفظ آسمان ها و زمین. الله تعالی شب و روز آسمان ها و زمین را محفوظ قرار داده، آب از آب تکان نمی خورد. حفظ اینها الله را خسته نمی کند. و هو العلی العظیم، او علی هست، برتر است، عظیم، بزرگ است. اینا تمام تا اینجا 10 تا از الحی القیوم 10 تا دلیل بر الوهیت هست، بر الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله لا اله الا هو مدعا هست، یعنی هیچ معبودی بغیر از او نیست. 10 تا دلیل آمد: 1 الحی، 2 القیوم، 3 لا تأخذه سنة ولا نوم، 4 له ما في السماوات و ما في الارض، 5 من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، 6 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، 7 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، 8 وسع كرسيه السماوات والارض، 9 ولا يؤوده حفظهما، 10 وهو العلي العظيم. اینا تمام دلائل بر اینکه خداوند قادر مطلق و علمش محیط به کل شیء هست. پس او معبود هست، فقط بغیر از او معبود نیست. حال از کسانی که انسانها فریاد میزنند، اونها را به عنوان معبود میخوانند، از اونها کمک و استعانت میطلبند، از اونها فرزند میخواند، اولاد میخواند، رونق در تجارت میخواند و رونق در مال و جان و همه چیز میخواند، از اونها برکت میخواند. ببینند اگر اونها این صفات را دارند، این قدرت را دارند، این علم را دارند، خب از اونها بخواند. اما اگر ندارند، پس بغیر از خدا از کسی استمداد نکنند. لا اکراه فی الدین. ببینید اعلاء کلمت الله برای این توحید بود. خب پس معلوم میشه که ما بجنگیم در راه خدا تا که مردم را بالاجبار وارد دین کنیم. اینجا الله میفرماید نه، لا اکراه فی الدین. این متعلق به جهاد است، یعنی جهاد برای اینکه مردم را اکراه بکنیم،
اجبار بکنیم دین بیارند مسلمان بشن نیست. ما قبلا خواندیم جهاد برای جلوگیری از فساد است، برای دفع فساد است. پس الله می فرماید برای اینکه مردم موحد بشن، مردم دیندار بشن، مردم مسلمان بشن، من دلائل بیان کردم، من حق و باطل را واضح و روشن کردم، اونها را جلوی مردم بگذارید، هر کس که هر چی قبول میکنه بکنه. لذا الله می فرماید لا اکراه فی الدین، اجباری در دین نیست، در دین آوردن. قد تبین الرشد من الغی، منظور مقصد جهاد هم این نیست که مردم با زور شمشیر مسلمان بشند، بلکه قد تبین الرشد من الغی، این علت است، همانا واضح است راه هدایت از راه گمراهی، هدایت هم واضح، گمراهی هم واضح. فمن یکفر بالطاغوت، الله می فرماید هر کسی که کفر کند به طاغوت، به طاغوت یعنی به عبادت طاغوت. ما در مسئله اله 8-9 معنا برای طاغوت خواندیم. طاغوت گفتیم به معنای شیطان، طاغوت گفتیم به معنای پادشاه ستمگر و جابر، و جامع ترین طاغوت، معنای طاغوت کل ما عبد من دون الله، هر چیزی که بغیر از خدا پرستش بشه اون طاغوت است. پس اینجا الله می فرماید کفر به طاغوت. ببین یکی بتی را سجده می کند، یکی از صالحین را سجده می کند، یکی شیطان را از شیطان حرف شنوی دارد، این همه طاغوتند. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر کند به عبادت طاغوت، و یؤمن بالله، و ایمان به خدا، ایمان به توحید بیاورد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، این انسان تمسک جسته به حلقه محکم. حلقه محکم که چی هست؟ قال مجاهد العروة الایمان، عروه وثقا حلقه محکم ایمان است که لا انفصام لها، هیچ انفصام و جدایی ندارد، انفصام و انفصال ندارد، کنده نمیشه. والله سمیع علیم، اینجا که ضمن اینکه ایمان می آورید خداوند ترغیب به اخلاص میده، خداوند همه اقوال شما را میشنود، از احوال شما خبر دارد. خب ببینید اینجا الله تعالی دو چیز بیان فرمود، یکی این که 3 چیز، لا اکراه فی الدین، اجباری نیست. دوم قد تبین الرشد من الغی، راه هدایت از راه ضلالت مشخصه. حال الله تعالی اینو بیان می فرماید که الله دوست مؤمنین است، از ضلالت اونها را نجات میده به هدایت، یعنی راه را برایشون روشن و واضح میگرداند. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست و حامی مؤمنان است، یخرجهم من الظلمات الی النور، آنها را بیرون میکند، نجات میدهد از ظلمات به نور. این یک قاعده، 2 تا قاعده در واقع اینجا بیان شدند. یکی این که خدا حامی مؤمنین است، همیشه از تاریکی نجاتشون میده. قاعده دوم والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، کسانی که کفر کردند اولیای آنها طاغوت هستند، طاغوت جنی و انسی. طاغوت چیکار میکنند؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، آنان را بیرون میکنند از نور به سوی ظلمات، از نور به سوی ظلمات. ببینید اینهایی که درباره توحید همیشه اشکالات ایجاد میکنند، همیشه سعی میکنند مردم را به خرافات گرفتار کنند، همیشه شک و شبهه میاندازند، همیشه سعی میکنند مردم بروند به طرف غیر خدا، استمداد بگیرند از غیر خدا. اینها طاغوتند،
یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسی که دلش با توحید روشن شده، دلش با ایمان روشن شده، دلش با قرآن روشن شده، چیکار میکنه؟ به وسیله افسانه ها، به وسیله چیزهای پوچ واهی، اینها مردم را در مردم هی شبهات القا میکنند، هی مردم را در مردم شک و شکوک ایجاد میکنند به وسیله داستان. اکثرا اهل باطل دلیل ندارند، اهل باطل افسانه دارند، داستانهای دروغین دارند، پوچ دارند که مردم ساده‌لوح باور میکنند. بسیاری هستند بین آیات خدا و بین یک داستان فرق نمیدونند. آیات خدا مثلا میگه از هیچ غیر خدایی نباید استمداد کرد. یه داستان دروغین نتیجه اون داستان اینه که ما رفتیم در فلان جا که یکی از مراکز نامناسب هست، اونجا حاجتمون خواستیم، حاجت ما برآورده شد. این فریب را مسلمانان را هم میدهند، مسیحیان هم همین فریب را میدهند بهشون. مسیحیان همیشه میگن ما به کلیسا میریم نتیجه میگیریم، مشکلمون حل میشه، عیسی مسیح ما را شفا میده. هندوها میگن ما پیش صدها و هزاران خدایی که دارند اونجا، بعضی گفتن 2,500,000 خدا فقط در هندوستان وجود داره. هر چیزی که خارق العاده باشه اون خداست، هر چیزی که خلاف طبیعت باشه اون خداست. عرض کردم خواندیم در مسئله اله، یک درختی که مثلا یک عمر فوق العاده میکنه، بقیه درختان 50 سال 100 سال 200 سال عمر میکنن، یک درختی 2000 سال عمر کرده، این میشه خدا. یک مثلا نهری هست، بقیه نهرها آب مشخصی دارند، اون نهر، اون آب، اون دریا بیش از حد آب داره، این میرن میشویند خودشون را و صدها نفر کشته میشن در اون روز خاص، معتقد اینجا بریم شستشو میشیم از گناه. موش خداست، گاو خداست، حیوانات خدا، انسان خارق العاده خداست. کسی میگفت، تعریف میکرد که یک انسانی از مادر ناقص به وجود آمده، از نظر ذهنی مشکل داره، عقل نداره. خب این انسان وقتی که بزرگ میشه خوب و بد هم نمیدونه، حتی لباس نمیپوشه. میگه که این را برای خودشون امثال این خدا میگه این که مثل بقیه نیست، این خداست. حتی میگه یک انسانی که پیر شده بود، ضعیف شده بود و لخت مادرزاد، بدنش لباسی نبود و مشکل ادرار هم داشت. انسان چیزایی میشنوه که انسان میگه قربان بشم به راهنمایی که خدای عزوجل ما را در کلامش کرده. واقعا انسان وقتی که به طرف شرک بره از مسیر انسانیت هم خارج میشه. میگه این کسی که به این حالت افتاده، ادرارش در قطره قطره میریزه. بودند کسانی که این را بر میداشتن به سر و صورت خودشون میمالیدن، از این هم تبرک میگرفتن. لذا اینا واقعا کسانی که مردم را به این سمت و سو، به غیر الله پرستی راهنمایی میکنند، اینا همینه که قرآن میفرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسانی که کفر میکنند دوستانشان طاغوتند، یعنی حامیان اونها طاغوتند. طاغوت هر چیزی که غیر از خدا معبود قرار بگیرد، چه انسانی چه جنی. یخرجونهم من النور الى الظلمات. آنها را بیرون میکنند از نور به سوی ظلمات، راهنمایی میکنند از نور همون ایمان فطری هست، میبرن به سوی ظلمات شرک. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله میفرماید اینها اصحاب نار هستند، اهل آتشند، همیشه در آتش میمانند. این انسان هایی که به طرف شرک میروند. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه. خب خدای عزوجل اینجا یک نمونه از طاغوت بیان میفرماید. بحث و جریان سیدنا ابراهیم علیه السلام و نمرود است.
خب ابراهیم علیه السلام به سوی نور دعوت میده، به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی، به سوی عبادت خدای یگانه. اما نمرود نه، نمرود به سوی هر معبود، به سوی عبادت خودش، به سوی اینکه مردم غیر از خدا دیگران را عبادت کنند. پس این نمونه از دعوت طاغوت است. ببینید چگونه مباحثه میکنه، مناظره میکنه، میخواد خلط مبحث کنه. الله میفرماید الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا دیدی، خبرداری از اون انسانی که بحث کرد با ابراهیم در رابطه با ربش، درباره پروردگار با ابراهیم بحث کرد. چرا بحث کرد؟ ان آتاه الله الملک، این سبب محاجه هست، سبب بحث و جدال این بود که پادشاهی خدا بهش داده بود، اون مغرور ملکش بود، مغرور سلطنتش بود. خب چه بحثی بود؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، زمانی که ابراهیم گفت رب من آن ذاتی هست که یحیی، زنده می کند، و یمیت، و می میراند. زندگی انسان ها به دست او، موت انسان ها به دست او. الان ببینید جدال بالباطل همینه، سفسطه اینه، مغلطه کاری اینه. قال انا احیی و امیت، من هم زنده می کنم، من هم می کشم، می میرانم. چه کار می کند؟ کسی را که باید حیات داشته باشد، هنوز زنده باشد، جرمی نکرده، مشکلی نداشته، دستگیر میکنه، میاره میکشه. کسی که حکمش کشتن هست باید بمیره، آزادش میکنه. ابراهیم علیه السلام میبینه که این کودن متوجه نیست، یا اینکه مغلطه میکنه، مردم را میخواد که فریب بده. ابراهیم علیه السلام قدرت دیگر از قدرتهای الله را ذکر کرد که اونجا کار کسی نیست. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس، ابراهیم گفت که الله خورشید را می آورد از مشرق به مغرب غروب می کند. فأت بها من المغرب، تو از مغرب بیارش. فبهت الذی کفر، الله می فرماید اون انسانی که کفر کرد مات و مبهوت ماند، لا جواب ماند، دیگه جوابی نداشت. چرا؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، این علت از خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. الان ببینید این الان نمونه هست از یخرجونهم من الظلمات، یخرجونهم من النور الى الظلمات. این با کار خودش داره ملت را گمراه میکنه. این و فرعون و امثال اینها که طاغوت ها، اینها هم هستن مصداق طاغوت، دارن به مردم میگن که ما خداییم، قدرت خدایی دست ماست. فرعون میگه انا ربکم الاعلی. پس این نمونه از طاغوت که انکار الوهیت میکند. او کالذی مر علی قریة، داستان دیگر را الله اشاره می کند. این متفرع بر قانون اول است. قانون اول چی بود؟ الله ولی الذین آمنوا، خداوند حامی مؤمنین هست. یخرجونهم من الظلمات، یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند مؤمنین را چکار می کند؟ از تاریکی به نور راهنمایی می کند. نمونه از اینکه ما از تاریکی برهیم، نجات بیابیم و نور ببینیم خود همین قرآن است. الان ببین پیامبر خودش حضرت عزیر را الله چگونه راهنمایی میکنه تا مسئله را متوجه میشه. این شخص گفتن که عزیر ابن شرخیا یکی از انبیاء هست، انبیاء بنی اسرائیل هست. او کالذی مر علی قریة، روح المانی گفته مار کی هست؟ این عبور کننده
والمار هو عزير بن شرخيا كما اخرجه الحاكم عن علي. امام حاکم نیشابوری از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت کرده و اسحاق بن بشر از ابن عباس و عبدالله ابن سلام روایت کرده که مراد از این کی هست؟ حضرت عزیر است. حضرت عزیر یک روزی می رفت، شهری را ویران شده دید، روستایی را خراب شده دید که این شهر کلن افتاده، چنان افتاده که سقف هم افتاده، دیوار هم افتاده، یعنی تخریب 100%. خبری از انسانها نبود، انسانها مرده بودند، رفته بودند، ویرانه محض، خرابه 100%. با خودش گفت الله عزوجل که دوباره مرده ها را زنده می کند، این خدا چطور زنده می کنه؟ این شهر، اینا که هیچ اثری نیست. الله عزوجل نشانش داد که چگونه زنده می کند. الله می فرماید او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها، یا مانند اون انسانی که مرور کرد بر قریه‌ای، بر روستایی رفت، وهی خاویة علی عروشها، و اون روستا افتاده بود بر سقف. ببین خاویة علی عروشها کنایه از تخریب 100%. وقتی که یک جایی خراب بشه، ویرانه بشه، خرابی کم اینه که فقط سقفا می افتن، دیوارها هنوز پابرجا هستن. اما وقتی خیلی تخریب بشه، سقف می افته، بعد از اون دیوار روی سقف می افته، دیوار روی سقف، دیگه هیچی نمونده. اینجا همین گفته وهی خاویتون، یعنی اون دیوارها سرنگون شده بود، افتاده بود بر سقفها. این دوست خدا با خودش گفت قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه زنده می کند خداوند این را بعد از مرگش، این شهر را دوباره این چطور آباد میشه؟ هزاران نفر اینجا بودن، اثری از اونها نیست. فاماته الله 100 عام، الله او را موت داد، 100 سال موت داد. چقدر؟ 100 سال. بعد از 100 سال الله تعالی زنده اش کرد. بعد از اینکه زنده اش کرد، از او پرسید قال کم لبثت، شما اینجا چند مدت موندید؟ هر چی که نگاه کرد اون ساعت نیست. اون ساعت اگر صبح بود الان غروبه، اگر غروب بود الان صبح، نمیدونست. قال لبثت یوما او بعض یوم، یک روز کامل اینجا من بودم، خواب رفتم، یا نصف روز. الله تعالی گفت نه، قال بل لبثت 100 عام، تو اینجا 100 سال ماندی. فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى، الله می فرماید بعد از 100 سال ببین غذایت را و نوشیدنیت را که لم یتسنى، خراب نشده. غذایش بعضی میگن که شراب انگور بود و غذای با خودش داشت، خرما بود، اینها خراب نشده بود بعد از 100 سال. اما نشانه از 100 سال که خراب شده بود الاغش بود. وانظر الى حمارک، ببین الاغت را، ولنجعلک آیتا للناس، ما تو را یک نشانی برای قدرت خودمون برای مردم میگذاریم که خدا مرده را چطور زنده می کند. این نکته را هم شما در نظر داشته باشید که عزیر علیه السلام پیامبر وقت بود. وقتی که تا 100 سال اینجا خوابید اصلا اطرافش سر و صدایی نبود. خب خدای عزوجل طوری انتظام کرده بود که کسی از کنار این عبور نکند، مرور نکند، نگذرد.
اما خود حضرت عزیر هیچ چیزی را نشنید، هیچ چیز متوجه نشد، حتی حرکاتی از حیوانات، از پرندگان، هر چی که در اطراف بود متوجه نشد. معلوم میشه که انسان وقتی که بمیرد روحش میره در یک عالم دیگه، در عالم برزخ. وانظر الى العظام، الله میفرماید به استخوانها نگاه کن، استخوانهای الاغت نگاه کن. کیف ننشزها، انشاز میگن جنبش را، حرکت را. ما چگونه آنها را به حرکت و جنبش در میآوریم و با هم میچسبانیم. ثم نکسوها لحما، سپس ما آنها را گوشت میپوشانیم. دوباره گوشتش را میاریم، دوباره الاغ زنده میشه. وقتی که الله دستور داد فوراً شد. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. الله می فرماید وقتی که برایش واضح شد که همه چیز به دست الله است، الله با یک کلمه کن عالمی را ویران می کند و با یک کلمه کن عالمی را زنده می کند. اینجا گفت اعلم ان الله على كل شيء قدیر، یقین دارم، باور دارم، میدانم خداوند بر هر چیز قادر است. ببین این نمونه از یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند چگونه آگاهی بهش داد، چگونه روشنش کرد. و اذ قال ابراهیم رب ارنی، نمونه سوم، اینم متفرع بر قانون اول است. یخرجهم من النور الى الظلمات، خداوند قدرتی نشان میده که عقیده انسان درست میشه. ابراهیم علیه السلام میخواست علم یقین داشت، اما میخواست علم مشاهده داشته باشد، علم عیان داشته باشد، با چشم سر ببیند. لذا ابراهیم از پروردگار خواست که بار الها به من نشون بده که مرده ها را چطور زنده میکنی. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، زمانی که ابراهیم به پروردگارش، به محضر پروردگار عرض کرد بار الها به من نشان بده کیف تحیی الموتى، چگونه زنده میکنی مرده ها را. قال اولم تؤمن، آیا یقین نداری، باور نداری؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. ابراهیم علیه السلام میگه چرا نه، اما تا اینکه قلب من مطمئن بشه. عرض کردم یکی هست علم یقین، دیگری هست علم مشاهده. شما کجا جنازه؟ اما حاضر تعطیل جنازه میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. عرض کردم خدمت شما که این داستان سوم هست، اما متفرع بر قانون اوله. قانون اول یخرجهم من النور الى الظلمات، خداوند عزوجل راهنمایی می فرماید و نشان میده ما را حقایق را. یکی از حقایق زنده شدن مرده هاست بعد از مرگ، که اینجا در قصه و داستان ابراهیم علیه السلام مطرح است. ابراهیم میپرسد بار اله کیف تحیی الموتى، مرده ها را چگونه زنده میکنی؟ قال اولم تؤمن، آیا باور نداری، ایمان نداری؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، چرا نه، من قبول دارم اما میخوام تا دلم مطمئن بشه. عرض کردم خدمت شما که یکی هست علم مشاهده و یکی هست علم یقین. علم یقین حاصل کرده بود ابراهیم علیه السلام، اما میخواست با علم مشاهده
چنانچه بعضی گفتن اسألک الاراءه، بار اله من میخوام اراءه، به من نشون بدی، میخوام ببینم. دوست خداست، خلیل خداست، از رب چیزی را تقاضا میکند. الله تعالی میفرمای قال فخذ اربعه من الطیر. البته ولكن لیطمئن قلبی، بعضی از مفسرین اینجا تکلف میکنند. تکلف در این که در جایگاه یک پیامبر نیست که بگه قلب من مطمئن باشه، قلب هر پیغمبر باید مطمئن باشه. لذا اینجا گفتن قلبی یه توجیه هست بلا دلیل. گفتن قلبی نام یکی از همراهان و یاران ابراهیم بود. منظور ابراهیم اینه که پروردگارم من قبول دارم ولکن لیطمئن قلبی، این قلبی که با من همراه این میخوام مطمئن بشه. این اشتباه است، چنین چیزی نیست، بلکه همون که عرض کردم میخواد از علم الیقین به علم المشاهده برسد. قال فخذ اربعه من الطیر، الله فرمود 4 تا پرنده بگیر، فصرهن الیک، این 4 تا پرنده را به طرف خودت متمایل بگردان. متمایل بگردان منظور اینه که باید عادت کنند، هرگاه که صدا بزنی فوراً به طرف تو بیاین. بعضی مردم پرنده ها را، انواع پرنده ها را عادت میدن، صدا میکنند و اونا خودشون میان. خب این 4 تا پرنده 4 تا نام گرفتن، طاووس و خروس و فلان، ولی اینا همه اسرائیلیات است. قرآن مبهم گذاشته، قرآن تعیین نکرده، ما هم دنبال تعیینش نیستیم. ما نمیخوایم بدونیم پرنده چیه، ما میخوایم اون موعظه‌ای که از داستان گرفته بشه که هدف الله هم همونه، اون به دست بیاد. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، سپس اینجا دیگه اندماجه، ای اذبحهن واقطعهن اجزاء، سپس اینها را بکش ابراهیم، تکه تکهشون بکن، بر هر کوی یک تکه بذار از اونها. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، از آنها جزئی بذار، تکهی بذار. خب مسلمه وقتی که تکه تکه بکنه این تکه ها با هم خلط میشه، قاطی میشه. بر اون کوه چند تا تکه هست از این پرنده و اون پرنده و مختلف، کوه دیگه همچنین. سپس اونها را بخوان به سوی خودت. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، سپس آنها را صدا کن، آنها را بخوان به سوی خودت. یأتینک سعیا، دوان دوان به سوی تو می آیند. وقتی که مشاهده کردی واعلم ان الله عزیز حکیم، بدان که الله تعالی بر هر چیز غالب است. اما همه این علوم را به بندگانش نشان نمیده، حکیم است. الله تعالی اگر همه مغیبات را به ما نشان بده، اون وقت دنیا دار امتحان نمیمانه. همه چیز را ما میبینیم، میدانیم، باور میکنیم، هیچ کس کافر نمیمانه، هیچ کس غیر مسلمان نمیمانه. الله اگر جهنم را نشان میداد، بهشت را نشان میداد، عرش را نشان میداد، ملکوت السماوات والارض را نشان میداد، فرشتگان را نشان میداد، دیگه از ایمان بالغیب خارج میشدیم. لذا الله تعالی عزیز و حکیم است، غالب است، هر کار در حضور ما انجام میده، ولی حکیم است. کارهای الله با حکمت. کمال همینه که ندیده ایمان بیاوری. پس ابراهیم علیه السلام این کار را کرد و با علم مشاهده دانست که ان الله عزیز حکیم. پس الله تعالی این گونه از ظلمات ما را به سوی نور راهنمایی میکنه. این دلائل، این حجت ها، این براهین که هر انسانی علاوه از این که بر توحید باید باور داشته باشه، بر این که مرده ها زنده می شوند یک روزی، این اجزا هر جا باشند،
الان وقتی که ابراهیم اونها را صدا کرد این اجزا با هم متصل شدند، از اون کو به اون کو اینا با هم متصل شدند و پرنده کامل شدند و پیش ابراهیم آمدند. پس اجزای ما تبدیل به خاکستر بشند، تبدیل به ذرات اتم بشند و در هر گوشه از دنیا پراکنده بشند. الله عزوجل قادر است با یک کلمه کن همه را جمع می کند. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. خب ما در آیات گذشته علاوه از موضوع توحید موضوع انفاق و جهاد را داشتیم که لازم و ملزوم هستند، خرج کردن در راه خدا و جهاد در راه خدا، که خرج کردن موجب تقویت جهاد میشه و جهاد موجب تقویت اعلاء کلمت الله و توحید میشه روی زمین. حال الله تعالی در رابطه با خرج کردن و انفاق مثالی بیان میفرماید، با مثال ما را تفهیم میکند. الله وقتی میفرماید ما صبح خواندیم والله یضاعف اضعافا کثیره، چند برابر میکند. چند برابر به چه صورت؟ یک مثال حسی که هر یکی از شما با چشم خود میبینید اون مثال را، بدونید چند برابر میشه. الله میفرماید مثل الذین ينفقون في اموالهم في سبیل الله، مثال کسانی که خرج میکنند مالشان را در راه الله. ترغیب اخلاص، ينفقون في سبیل الله، ترغیب به سوی اخلاص بده. هر چی اخلاص بیشتر باشد نتیجه بهتر خواهد بود. کمثل حبت، الله می فرماید مثال آنها مثل دانه ای هست. حبت، دانه گندم. انبتت 7 سنابل، این دانه وقتی که در زمین انداخته میشه میروید 7 خوشه از اون بوته، از اون شکوفه و از اون بوته 7 خوشه در میاد. فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه 100 دانه. پس یکی چند برابر شد؟ 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء، خداوند بیشتر میکند برای کسی که بخواهد. اینجا یک نکته بنویسید، به حسب اخلاصه و مشقته. هر چی که بیشتر اذیت بشی، بیشتر اخلاص داشته باشی، بیشتر هدفت خدا باشد، خدا اجرت را مضاعف میکنه. همون طوری که در کشاورزی کشتی که شما انجام میدید بستگی به چه داره؟ به نوع زمین و آب داره. هر چی که زمین شما مرغوبتر باشه، زمین شما بهتر باشد، محصولات شما برکتش بیشتر میشه. پس هر چی که این زمین قلب، این زمین مستعدتر باشه، اخلاص توش بیشتر باشه و انگیزه الهی بالاتر باشد، همون اندازه اجر هست. خیلی زمین ها هستند میریم میبینیم که واقعا زمین های حاصل خیزی هستند. انسان باور نمیکنه از یک زمین هست، شاید 10 در 10 هم نباشد، 100 متر مربع هم نباشد، اما یک خانواده کامل زندگیشون از همون یک زمین، تک زمین هست، از بس که برکت داره. یه جایی ما رفتیم در منطقه سراوان جالق، یک عالمی بود اما یک زمین خوبی داشت و آب قنات بسیار خوبی. یک درخت داشت، فقط یک درخت انگور. این درخت انگور این وقتی که رفته بود بالا و روی سقف رفته بود، برای سقف درست کرده بود، منزلش و حیاتش 400 متر مربع بود. تمام منزل را همین یک انگور گرفته بود و پشت دیوار حدود 600 متر دیگه درست کرده بود. گفت هنوز داره میره و گفت فقط امسال 10 تن انگور از همین یک انگور من برداشت کردم. کی قبول میکنه 10 تن فقط از یک انگور؟ وقتی که واقعا زمین خوب باشد، آب خوب باشد، جای خوب باشد، این صلاحیت باشد، الله تعالی بیشتر میکند.
پس قس علی هذا، بر این قیاس کن. هرچی که انسان در این راه، در راه انفاق، مشقت، زحمت، اخلاص بیشتر داشته باشه، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. علت اصلی اینه، الله دارای وسعت زیاده، از الله مثل ما تنگ نداره، کم نداره، تنگ نظرم نیست، وسعتش فراخ زیاده، خزانش بیکرانه. علیم، الله میداند همه چیز را. اما این خرج کردن شرایطی داره. شرایط من جمله شرایط اخلاصیش اینه، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، کسانی که مالشان را خرج میکنند در راه الله، ثم لا يتبعون ما انفقوا، سپس دنبال نمی کنند آنچه که خرج کردند، منا ولا اذى، نه منت و نه اذیت. بر فقیر نه منت می گذارد و نه اذیتش می کند. عرض کردم امکان داره که کسی به کسی یک پرس غذا بده، به اندازه یک کارگر ازش کار بگیره. این که نشد، این اذا شد. یا هی تو سریش بزنه من این همه بهت میدم، من تو را بزرگ کردم، من فلان کردم، همه را داری برباد میکنی با این جملات. میگه 20 سال من برای این زحمت میکشم، چه فایده از این زحمت؟ این منت است. شرط قبولیت اینه، فقط و فقط الله بدونه. بر هیچ کس منت نگذار، منت او بر تو هست، او سبب شده که تو خرج بکنی، او سبب شده که تو به اجر برسی، به پاداش برسی. مگه خودت داری کی بهت داده؟ الله تعالی میفرما مما رزقناهم، ما دادیم، ما بهت دادیم. لذا الله میفرماید ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، سپس دنبال نمی کنند آنچه که خرج کردند، پشت سر او منت و اذیت ندارند. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله می فرماید برای این انسان ها پاداششان هست نزد رب، ولا خوف، و هیچ خوفی بر آنان نیست، ولا هم یحزنون، اونها غمگین هم نیستند. حزن عرض کردم، هم نسبت به گذشته دنیا را از دست دادند، هم غم نمی کنند، هم نسبت به آینده هم غمی ندارند. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. الله می فرماید اگر شما سخن معروفی بگید، سخن مقبول و پسندیده بگویید و درگذر بشید از اون فقیری که مزاحم شماست، بار بار میگه درت را میزنه، بار بار شیشه ماشینت را میزنه، سر پمپ هستی، سر چهارراه هستی، به اون یک سخن زیبا بگو اگر نداری، و بر اون ناراحت نباش. اما السائل فلا تنهر، توبیخش نکن، سرزنشش نکن. این خیر من صدقه یتبعها اذى، بهتر است از اون صدقه‌ای که دنبالش از اذیت باشه، دنبالش منت باشه. این که بگی دیروز بهت ندادم، این شد یتبعها اذى. خب نگو اینطور، بگو ندارم، منو ببخش، خدا مشکلت را حل کنه. این قول معروف، خداوند مشکلت را آسان بگرداند. این جمله دعایه، این اخلاق خوش، این بهتر است از اون منتی که اونی که بدی و بعدا منت بگذاری. والله غنی حلیم، الله بی نیاز است، نیازی به صدقات شما ندارد. و حلیم، و اینکه گاهی شما از جاده عدول میکنی، شما را به کیفر اعمالتون نمیرساند، هم الله عزوجل بردبار است. حال این قول معروف و مغفرتون را ببین مفسرین بهتر تفسیر کردند. قول معروف ای کمال جمیل یرد به السائل ام یرد به السائل، کلام زیبایی که به وسیله اون سائل را چی بکنید؟ رد کنید. مثل یرحمک الله، یرزقک الله، ان شاء الله تعالی اعطیک بعد هذا، خدا بر تو رحم کند، خدا تو را از
خزانه خودش بده. انشاءالله بعد از این یه روز دیگه بهت میدم. و مغفرتون ای ستر کما وقع من السائل من الالحاف فی المسائل. یعنی مغفرت اینی که سائل وقتی که الحاف بکند، اصرار بکند، او را گذشت، او را بخشودن. و غیره مما یثقل علی المسئول و صفح عنه، اون چیزی که مسئول را سنگین میکند، مسئول را اذیت میکنه، بار بار درش را میزنه، بار بار جلوش را میگیره، این مغفرت بهتر است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. این فرق صدقه مشرک و مؤمن است، یا بگیم منافق و مخلص. ببینیم منافقین صدقه میدادند، مجبوری میدادند، جلوی چشم مردم میدادند، برای ثواب که نمیدادند، بعدا اذیت میکردند صحابه را. خواندیم در سوره منافقین که عبدالله ابن ابی به جماعتش گفت، صحابی شنید حضرت زید ابن ارقم گفت که شما اینها را اینقدر چاق و فربه کردید، شما اینها را همه میدید. به اونا گفت شما چرا به اینها اینقدر میدید؟ این منت است. پس این منت کردن روش اهل نفاق است. الله تعالی نمونه ای از صدقه اهل نفاق را ذکر می کند و ما را میگه مثل اونها نباشیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، شما باطل نکنید صدقاتتان را با منت و اذیت. کالذی ينفق ماله رئاء الناس، مثل اون منافقی یا مثل اون مشرکی. بعضی گفته مثال مشرک است، چون مشرکین هم صدقه میدادند. مثل اون مشرکی که خرج میکند مال خودش را رئاء الناس، برای نشان دادن مردم. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و ایمان به خدا و روز آخرت ندارد. اصلا علت ریا همینه، انسان ایمان داشته نباشه ریا داره. اما کسی که ایمان داشته باشه، ایمان قوی، فقط برای الله میده. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الله میفرماید مثال این انسان مثل صفوان هست. صفوان میگن سنگ صاف. بعضی سنگ ها هستن که اونجا خاک جمع میشن، بعضی صاف خاک جمع نمیشن، کمی گرد و غبار روش جمع میشه گاهی. كمثل صفوان عليه تراب، مثل اون سنگ املسی و سنگ صافی که بر آن خاک نشسته. فاصابه وابل، پس میرسد به این سنگ وابل میگن تگرگ را، باران شدید را. فترکه صلدا، اون سنگ را صاف میگذارد. ببینید آیا این خاکی بر اون نشسته، باران که بیاد تو این خاک چیزی میروید؟ بهار درست میشه؟ نخیر، سنگتر میشه. لذا الله میفرماید لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بر چیزی که کسب کردن در روز قیامت هیچ قدرتی نخواهند داشت. یعنی چه؟ یعنی این دستگیرشون نمیشه، این مال دستگیرشون نمیشه. لا یقدرون ای لا یثابون، لا یثابون علیه بشیء، ثوابی بهشون نمیرسه. والله لا یهدی القوم الكافرین، الله چنین قوم کافر را، چه مشرک چه منافق، الله هدایت نمی فرماید، راهنمایی نمی فرماید. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، این مثال دوم است، مثال اخلاص است، مثال خرج کردن در راه خدا برای الله است. الله می فرماید مثال اون کسانی که خرج می کنند اموالشان را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای الله، و تثبیتا من انفسهم، تثبیتا من انفسهم،
پختگی که در وجودشان هست. یعنی چه؟ یعنی نیتشان با توجه به یقین و باوری که دارند نیتشان خدا هست. اینجا مفسرین تثبیتا من انفسهم را نوشته، قال الشعبی و سدی و قتاده و ابن زید و ابو صالح و غیرهم. تثبیتا معناه تیقنا، یقین دارند که ان نفوسهم لها بصائر، نفوس اونها بینایی دارد، یعنی صاحب بصیرت، میدونه ما چرا خرج میکنیم. فهي تثبتهم على الانفاق في طاعة الله تثبیتا. اون نیت چیه؟ که در راه خدا ثابت قدم بمانند و انفاق بکنند تا تثبیت بیشتر بشه، ثبات بیشتر بشه. همون پختگی درونی که دارند اینها که خرج میکنن، مثالشون از نظر اخلاص، از نظر بازدهی، از نظر نتیجه، که مثل جنت بربوت، مثال آنها مثل باغی خواهد بود که بربوت در بلندی باشد. باغ هرچی روی کوه باشد، بلندتر باشد، نتیجهش بهتر خواهد بود، چون که بلند باشد اگر بارانی نیاد همون شبنم هم چی میکند؟ کفایتش میکند. اصابها وابل، به این باغ میرسد وابل همون باران شدید. فآتت اکلها ضعفین، میوهش را 2 برابر میدهد. فإن لم یصبها وابل فطل، الله میفرماید اگر باران زیادی بهش نرسد، فطل، پس همون شبنم هم سبب میشه که اون میوهش را کامل بده. والله بما تعملون بصیر، الله به اعمال شما بیناست، هم مخلص را میداند هم ریاکار را، هم عمل مخلصان را میداند هم عمل ریاکاران را. حال مثال دیگر برای ریاکاری، این مثال اخلاص بود. اون اولین مثال منافقین بود که همراه با منت و اذیت و آزار است. اما یکی هست که به خاطر ریا میده، این هم بیچاره ضرر میکنه. ایود احدکم ان تکون له جنه، الله مثال بیان میفرماید آیا دوست دارید که باغی داشته باشید؟ آیا کسی از شما دوست دارد که ان تکون له جنه، باغی داشته باشد که من نخیل و اعناب، باغ از چی باشد؟ از نخل خرما و انگور باشد. معمولا اینها نخل خرما از میوه های تابستانیه، ببخشید میوه های گرمسیریه، مناطق گرمسیره. انگور عموما در مناطق سردسیر میشه، اما بعضی مناطق معتدل هستن که اینها هر دو یک جا جمع میشن، کمتر یک جا هستن، ولی بعضی جا اینا هر دو در بعضی شهرهایی که معتدل باشه، بعضی جا که آب و هوا خیلی خوب باشه، هم سرد باشه هم گرم باشه، این دوتا با هم چی میشن؟ جمع میشن، بدون که اون زمین هم زمین فوق العاده ای هست. لذا الله می فرماید تجری من تحتها الانهار، از زیر درختانش نهر جاری هست، جویبار جاری هست. له فیها من کل الثمرات، این آقایی که این باغ را داره هر میوه تو باغ داره. و اصابه الکبر، خودش به سن پیری رسیده. و له ذریه ضعفا، اولاد ضعیفی هم داره، اولاد ضعیفی داره. خب این تمام امیدش همین باغه، تمام آرزو و آیندهش همین باغه. میگه فردا میمیرم همین باغ برای بچه ها بمونه. اما در همین پیری هست که فاصابها اعصار، به این باغ میرسد گردباد شدیدی که عذابی است از طرف خدا. فیه نار، تو اون گردباد آتشی هست که فاحترقت، همه باغ را یک بار می سوزاند. آیا نتیجه ای دارد؟ دیگه بدبخت شد.
هیچی برای بچه‌اش نمیمونه. برای بچه که نمیموند، خودش الان پیره، خودش از کجا بخورد؟ همه محصولش را یک روزه از دست میدهد. لذا بعضی از بزرگان میفرماید این مثال ریاکار است که داره عین نیاز انسان کی هست؟ زمانی که پیش خدا میره دلش جمعه که من این همه شتر دادم، این همه گوسفند کشتم، این همه من داد و دهش داشتم، اما اونجا میره میبینه که نه، باد همه را سوخته، ریا همه را چی کرده؟ از بین برده، خاکستر کرده. اونجا دیگه دستش از زمین و زمان کوتاست. این تطبیق مثال و ممثله. اما بعضی میگن نه، این مثال برای کسی هست که زکات نمیده. چنانچه عن عبیدة السلمانی راوی هست، عبیده سلمانی قال سألت علی رضی الله عنها عن هذه الآیه، من از سیدنا علی پرسیدم درباره این آیه، فقالت نزلت فی الزکاة المفروضه، این آیه در رابطه با زکات مفروضه نازل شد. کسی که زکات نمیده روز قیامت گویا تمام نیکیهاش برباد رفت، اونجا دست خالی به بارگاه الله حاضر میشه، اونجایی که مثل یک پیرمرد درمانده نیازمند هست، هیچی دستش گیر نمی کند. كذلك يبين الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون. الله می فرماید خداوند آیات خودش را اینگونه برای شما بیان می کند، برای شما توضیح میده تا شما فکر کنید. حکمت تبیین چیه؟ تتفکرون، فکر کنید در آیات الهی. اگر ما فکر بکنیم، این فکر ما را به نتیجه بسیار مطلوب انشاءالله میرساند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا ایمان ما را، اعمال ما را، نیات ما را درست بفرما. اله العالمین همه کارهای ما را در جهت خودت بگردان. پروردگارا اخلاص نصیب بفرما. پروردگارا اخلاص نصیب بفرما. در همه اعمال اخلاص نصیب بفرما. در نماز، در طاعت و بندگی، در انفاق، در وعظ کردن، در درس گفتن، در همه حرکات و سکنات برای رضای خودت بگردان. ما را از ریا، از سمعت، از شهرت پروردگار نجات عنایت بفرما. پروردگار ما را به خاطر ندانمکاری های ما اعمال ما را تباه و برباد نفرما. توفیقی برای کار و برای عمل و برای عبادت نداریم، همون اندکی که هست به خاطر سوء نیت ما از بین نبر. پروردگارا بر ما لطف بفرما، ما را بر مسیر صحیح گامزن بفرما، ما را بر مسیر درست، بر مسیری که تو میپسندی، بر اخلاص هدایت بفرما. اله العالمین پروردگارا ما را به وسیله این کلام زیبایت تزکیه بفرما، اصلاح بفرما، دگرگونی ایجاد بفرما در ایمان ما، در اعمال ما، در نیات ما، در اخلاق ما، در اخلاص ما، در همه و شؤونات زندگی ما تغییر بیار. مطابق قرآن بگردان، مطابق رضای رب بگردان. اله العالمین بر ما لطف بفرما، مشکلات ما را حل بفرما. مریضان را، این مریضانی که تو این نامه نوشتند و اشاره شده، عافیت عنایت بفرما. زندانیان را آزادی نصیب بفرما. اموات و گذشتگان را غریق رحمت بفرما. مشکلات تک تک را حل بفرما، بالخصوص مشکلات دینی ما را حل بفرما، مشکلات آخرت ما را حل بفرما. پروردگارا در آخرت موانع را از سر راه ما بردار. پروردگارا ما را گرفتار اعمال ننگین ما نفرما، ما را گرفتار نفرما. پروردگارا لطف بفرما،
بر همه ما رحم بفرما، لطف بفرما، به همه ما ایمان کامل، دین کامل و دنیا و رزق حلال نصیب بفرما. از ما خوشنود باش، راضی باش مولا، و همیشه با رضایت ما را زنده بدار و با رضایت از این دنیا ببر و با رضایت مغفرت بفرما و با رضایت وارد بهشتت بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا الله.